سلام و احترام خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من توی این ویدیو میخوام براتون این توضیح رو بدم که به چه شکل ما بیایم آنچه را که نوشته ایم، حالا از کتاب‌های مختلف، از مقالات مختلف، یک سری نکته هایی رو، یه سری به اصطلاح نوت هایی رو برداشتیم و اونها رو میخوایم در حقیقت تایپش کنیم. همطور که میدونید این تایپ کردن خیلی وقت گیره برای ما. اول از همه لازمه که شما یک جیمیل داشته باشید و وقتی که وارد در واقع قسمت کرومتون که میشین، در قسمت گوگل اپتون وقتی که وارد میشین یک قسمتی داره به نام داکس. وقتی روی داک در واقع یا داکس روش میزنید و وارد صفحه در حقیقت داکس میشید، اینجا حتما یک در واقع یه نیو داکیومنت برای خودتون باز کنید. وقتی این کارو میکنید این صفحه خیلی شبیه به صفحه ورد. وقتی این کارو میکنید در این قسمت یک سری در این باره این بالا یک سری امکاناتی رو به شما میده. این امکانات در قسمت تولزش که بزنید یه قسمتی داره به نام وایس تایپینگ. این وایس تایپینگ یا به عبارت با گرفتن کنترل و شیفت و اس رو که بزنید یک قسمتی براتون باز میشه که به صورت دیفالت این میکروفونه زبانش به شکل دیفالت روی انگلیسی است. شما حتما این رو روی فارسی قرار بدین و اون متنی که مد نظرتون هستش رو شروع کنید بخوندن. البته میتونه قبلش چیزایی هم که مربوطه حالا اینکه راستچین بشه، چپچین بشه، در واقع همه اینها رو هم میتونید مثل ورد اگر آشنایی داشته باشین به ورد، فونتتون رو هر آنچه که هستش رو هم اینجا تنظیم کنید و انجام بدید. خب من این رو حالت فارسی گذاشتم و حالا شروع میکنم به اینکه متن رو که قبلا نوشتم روی کاغذ اینجا همینطور فقط از روش میخونم با صدای بلند و رسا. در مبانی هنرهای تجسمی ایران خط یکی از مهمترین عناصر بصری است. عنصر خط در طول تاریخ ایران به عنوان روح مشترک در آثار هنری ایران است. از سنگ‌نگاره‌های هخامنشی، طراحی‌های نیشابور و قلمگیری صفویه تا نقش برجسته‌های خشایارشا و غیره. خب من این رو قطعش کردم. خب همطور که میبینید اون چیزی که من میخواستم و نوشته در مبانی هنرهای تجسمی ایران خط یکی از مهمترین عناصر بصری است. عنصر خط در طول تاریخ ایران، فقط داستانش اینه که شما اون نقطه و ویرگول و کاما و این داستان ها رو یا نقطه ویرگول و حالا گیومه هست و اینها رو یه بار خودتون میخونید و ویرایش میکنید. حالا این رو یا به صورت در واقع سیوش میکنید یا اینم که خود اینو کلا دبل کلیک میکنین، هر آنچه که سیو کردید این رو کنترل سی میزنید و داخل یک فایل ورد که قبلا آماده کردین اونجا در حقیقت به اصطلاح کپی پیستش میکنید. میتونید شیرش هم بکنید، میتونید خدمتتون عرض کنم که حالا یه شورتکاتی هم بگیرین، رینیمش کنید، میتونید همون لحظه پرینتش کنید، ولی بهترین حالت اینه که شما این رو کنترل A بزنید، هر آنچه که تایپ شده رو کنترل A بزنید، بعد کنترل C بزنید و داخل یک ورد جدید که داخل ویندوز دارین کار میکنید اون رو پیستش کنید. خب من امیدوارم که حالا اجازه بدین که من این رو هم پیست کنم برای شما به این ترتیب و دیگه همه اون مواردی که مد نظرتون هستش، بخواید رنگش رو عوض کنید، قلمتون رو عوض کنید، اندازه قلمتون رو عوض کنید، راست کلیک و در واقع اینکه حالا چپچین راستچینش رو درست کنید، همه اینها دیگه به عهده خودتون هست. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه
مراقب خودتون باشین و موفق باشید.